در دل بخش کهورستان روستایی زیبا و پرتوان نفس می کشد، چاهماخور. اینجا زمین بوی زندگی می دهد و دستهای پینه بسته مردمش امید را از خاک می رویاند. مردمان سخت کوشی که سالهاست با عشق به خاک و آفتاب بهترین محصولات کشاورزی را به بار نشانده‌اند. از گوجه فرنگی های سرخ و خوش‌طعم گرفته تا سیفیجاتی که زینت بخش سفره های مردم سراسر کشور شدند. اما چاهماخور تنها به کشاورزی بسنده نکرده است. موقعیت طلایی‌اش در کنار جاده ترانزیتی کشور نفسی تازه به کسب و کارهایش داده. مغازه‌ها و تجارت کوچک و بزرگ روز به روز رونق گرفته و آینده‌ای روشن‌تر را نوید می‌دهد. در کنار تلاش اقتصادی، قلب تپنده این روستا در میدان‌های ورزشی می‌تپد، جایی که جوانانش با همت مردم و همراهی مسئولان در فوتبال به افتخارات بزرگی رسیدند. آنها موفق شدند در لیگ بخش کهورستان قهرمان شوند و در رده‌های پایه در مسابقات مینی فوتبال کنارستان و تودرویه بستک مقام کسب کنند. انجام شد پاس توی عمقی که ارسال کرد امیر محمد کمکوچی و ضربه غیر قابل مهاری رو به توپ زد. سلمان کوهرو بدون شک استعداد ناب روستاست که سابقه بازی در جام باشگاه‌های مینی فوتبال جهان در امارات را در کارنامه دارد. دیگر مهره شناخته شده تیم سامان گرگی نسب است، هافبک جنگنده‌ای که در لیگ برتر استان آقایی می‌کند و طرفداران خاص خودش را دارد. بزرگترها در کنار نسل جدید روستا تمرین می‌کنند و تجربیات خود را با آنها به اشتراک می‌گذارند. حالا دختران این سرزمین هم با اعتماد به نفس بالا در پی شکوفایی استعداد ورزشی خود هستند. در کنار همه اینها صدای دلنشین قرآن در کوچه ها و خانه ها جاری است. مکتب خانه هایی که چراغ ایمان و معرفت را در دل نوجوانان روشن کردند و امروز قاریان توانمند قرآن افتخار دیگری در این روستای باصفا هستند.